فریکینگ رفتیم کنی بینیم کنی آدم جمع شده است یا نه. برای 100 نفر ما خودت اعلام کرده بودیم با دستگیری فریکینگ. می‌دارویم دوستان عزیز. هر کس که به قدر شیر پاک نرسه سوگند به خدا دو دنیا باشه. دوستان دارین و مقصد ما همین خرسندی همین تفلکونه که باشه من سری بالای مادر. فرینو چه؟ تاجیکستان جوان دلبرم مثل طفل دوست ندارم تو را از تو از شیر مادرم. خدمت مادر وطن را از دل و جان میکنیم. از مطلوب دستانس معمولی رویا با این دختران هم لبخند بزنن بچه‌مون موفقیت و سلامت باشن و همه کسا تاجیکستان ما در فریکینگ اقدام با فریکینگ داشتیم. 100 نفر خدا که رایگان بود برای تفلکان تا 15 ساله ولی 20 ساله هم اومد 25 ساله هم اومد ناامیدشون نکردیم. ما کنده کنن چند دونه؟ 6 دونه 2 4 6 نفر. خودت رقمی چند بودی اکا؟ رقم 110. مینداره خود را بیان میکنم که چون اقدام رو دستگیری نمودند. وقتی لبخند هم دکتر آمدی خیلی جلد شد میشود پسندی هم پسندی هم صورتهای جدید تناس برای ما خودش یک دولت کرد. نه آخران آدم ها برو آمدن برای همین چی برو رازی؟ آدم آمده تاجیکستان خود رقم کنده کنن دایر تمونه که برقم ممکنه نت یک بودم فهمیدی همه رقم خود باشه ما موفقیت ولی سر میکنیم که وقت دیگه با هر دوستان عزیز ما اسپید نکردیم اومدم و اونجا خیلی جمع شده است. ما افتایی با این سودم کمتر بودیم کمتر گروشنیم که اینجا اونجا درون پوری آدم خیلی با اومده ایستادن ساعت 1 تکم 1 می‌دارویم دوستان عزیز بی من اینجا بود السلام علیکم خیلی ممنون. بیا ای بچه که شفقتو بیاین شما ابو آواز جواب شوان برای سر رو دادن می‌کنی نظر خوش اومدین ابو بچه موفقیت یا مرامت با دزدی نمی که خودخانه می تجربه کردن برای پسندی خودتون هم با اسیستوری هم نگیم راست همین تر پشت هر کس که به قدر شیر پاک نرسه سوگند به خدا دو دنیا باشه. کدوم مکتب میخونی؟ 8 آفرین میندازار از شما موفقیت سلامت باشید اما ترجمه کشید اومده در پجام تیک تاک دیدیم میگن که اومدیم دیدیم اینا رقمشون 46 47 48 یا باور نکرده به دستیان که خیلی میشوه خیلی نه اومدن دوستان دارینه و مقصد ما همین خرسندی همین تفلکونه بودیلیک مونده که ساعت 12 دومه همونجا خواستیم شیر بگو اگه شیر نمیدونی یه شیر میدون در برای مدار و وطن بگو روانم را فدا سازم برایت و چشم از صبح سازم خاکی باید و قربانی دعای دست مادر الها گیرم از آن دعای ایا مادر فدای آن قلب پاک بگردم من زهر دم سینه چاک خدا خاره نبیند پای مادر خدا خاره نبیند جای مادر خدا اون بی دراز و بدردیه که باشم من سری بالای مادر فرینو چه؟ روبیا بانو روبیا چه شری؟ با شری دیگه میدونستن یک تا دیگه کنی؟ فرین مقصد ما دوستان عزیز این است که دستگیری این تفلکان لبخند این تفلکان است که آینده اینو در یک موتیواسیا شود که این شعر میخونن یک چیزی نوچیز است ولی
در دل میموند که خاطر یک شد ما نخلی چیز گرفتیم و تشکر به افریکین که چنین اقدام رو با ما دستگیری کردن با همراه ما. سلامت باشید. مکتب چند میخونید؟ 55. مکتب 55 بسیارش همه شعر میدونه. آفرین به مکتب 55. سلامت باشید. به شما موفقیت. خدا نگهبان شما. آفرین. خیر سلامت باشید. هم یک گروه همیا نه؟ چند نفره؟ چند نفر؟ 6 نفر بس اینجا رقماتون هم بگید. 77 کدام میشه که گفتن همیشه تکرار شد خطا کردگیم. 77 تو چندی؟ 78 تو چندی؟ 79 تو چندی؟ 76 یا شعر درباره چی میدونی؟ وطن مادر؟ او درباره تاجیکستان دعوت بگو. شیرین‌ترم تاجیکستان جوان دلبرم مثل طفل دوست ندارم تو را از تو از شیرین مادرم. خدمت مادر وطن را از دل و جان میکنه. هر نفس چند او شکوهش را فراوان میکنه. بس که ما را او به مهر مادری پرورده است. در وفاداری برایش عهد و پیمان میکنه. آفرین. دورین خاندان کودکان را ببینیم. چند دونه؟ 6 دونه 2 4 6 نفر. میریم با حضور میخوریم شه. اینجا در میشوه که اینجا بگیم با از کلامو میبینم کلامو میشنم. با شما موفقیت تاجیکستان. آفرین. رقم چندی؟ بیا بیا بشینه. اون اول طرف ده بشینه نوزه. یکی اینستاگرام آفرین. یا همش تیک یک توک. اکانت یکی اینستاگرام است، یکی تیک توک است، یکی یوتیوب است. اینجا لیگندای تیک توک لیگندای اینستاگرام اینجا. همین فروخت کنم همین نو فهمیدم. انا دوستان همه دخترها اینا آخران اوچیرت شدن بچه‌ها اینا آخران موندیم برای که بچه‌ها سراسیمه بعد بدرسن اینا اگر این دوستایک‌ها هادی شعر میگن تیار میشون های اگر خوان یگور شعر یکی بگن گریه کدامتون شعر کدامتون درباره تاجیکستان فقط مادرم موقع بدونیم چرا پدر سر میکنه اوه یا درباره پدر میگه ای پدرجان تا که تویت میشوم وقتی پیری من از تویت میشوم با همه دار و نداری زندگی روی حادث کشی تویت میشم با سلامتی پدر آفرین ناو یکم بار از نفسی همین جوانو یعنی که تفلکان شعر پدر رو ناو فهمیدم که یکتاش پدر میدونست است دیگه همه مادر وطن خیلی خوب است نه که چرا فقط مادر پدرم باشد آخی باشی چی گناه داریم آفرین باشیمو سلامت باشد خیلی دلخراش بود شعر این کس بنظیر تو شعر خون بنظیر Просыпаюсь, улыбаюсь я смотрю, где солнце, маму вижу я. Солнышко целует лаково меня. Я смотрю, где солнце, маму вижу я. آفرین بنظیر شعر روسی میدونید از کدوم مکتب میخونید؟ Отлично. بوسا این لیگنده را خیلی میدونید لیگنده خونم بود نه؟ دروازه با خیلی بود این تمام کرد این خیلی دید که چطور نمیشم بیا گو بگیره گو بخورم چیزش کیخر بود ماینز با این دختران هم لبخند کی اینی دختره کرد سه نفر خطی جنس نه که اومده ایدی گودکای شما گیرید یا اومده رفلیتونه باید گیری شما در روز اومده کریستال تو سرسون را خود میکنه در روزی جمع بیه این کس در چلنجی دختر داشتیم سال گذشته بود همین ماهی دکبر بود این کس مقام اول رو گرفته بود این کس اشتراک نکردن این کس بای دادن خواهی بای نگه با دخترک های بود
نوی زیبایی پیدا شدن خیلی نصیب باشه با اینا ختم بالی چلنج های وزبین میگذارونیم این دوست کنم این صاحب خادق شدن با اکرام آخران و حتی که خدا خورو در همینجا این بیانای موفقیت و سلامتی تاجیکستان پیش آفرین سلامت باشه. ما در فریکینگ اقدام با فریکینگ داشتیم 100 نفر خدا که رایگان بود برای تیفلکان تا 15 ساله ولی 20 ساله هم اومد 25 ساله هم اومد ناامیدشان نکردیم. اینک میرم کنی چی موند هیچ که آدم نموند دوستان همه را در آوردیم. بوکس ریتم دنیا باشه میکشی نصیب و شما موفقیت سلامت باشید پیش آمده نگاه کنید اکای اسد راهبری این فریکینگ هم خاطر این تیفلکان خدا خورده ایستاده خودت رقمی چند بودی اکا؟ رقم 110 وای ما تا 100 گفته بودیم خودم رقمی چند نمیدونیم خدا چه بود مزه؟ خدا ساز بود. آفرین چی گفتن یه دوره؟ ما تشکر خود را مقصد بیان میکنیم با فریکینگ و برای اکای سعید که ما را دعوت کردن تاجیکستان با پیش همه وقت زنده باشید. اکای اسد راهبری این فریکینگ خداخانه هستند میناداری خود را بیان میکنم که چون این اقدام را دستگیری نمودند با 100 نفر با زیادی هم اومد ولی ناامید نکردیم این کس دستگیری کردن همه به خدا رسید مینادار شما برای پیشنهاد شده کنم اکاس در همین دنیا فقط خوبی میمونه فقط دیگه اگه میشنم وقتی لبخند هم تو دکتر آمد بینی خیلی جدی کشاف میشود پسندی هم دیگه درکش پسندی هم صورتهای چیزی تن هستن برای ما خودش یک دولت تایید میلیون باوره 20 میلیون بخونده تو دکتر بخونده کلانسالان آفرین چونین فکرها میکنن خیلی مینادار به شما اگر یگان کمبودی از طرف ما شده باشه یگان کمبودی میناداری همین خطیفلکانی که لبخند بودن دوان خیلی کنگیتون 10 برابره به شما برمیگردم و دوستان عزیز میتونید اومده از فریکینگ که این خدر تیفلکان اومدن خیلی خدا با مزه بود بله؟ خیلی با مزه بود از میتونید با همراه اویله فرزنده اومده در اینجا خدا تمام کنید و شما موفقیت و سلامت باشید. آخران آدم ها برو اومدن برای همین چی برو روزید؟ خدا با مزه تاجیکستان